همین کمانده فلانی قطعی کمانده فلانی انا چی دارد بازی دارد همین یک دعا بده که همین کماندمون مقصد غالب بیا. من اون دادری جان من البته فکر کردم که میگوی دعا که ایمانم کامل شود، دعا که مثلا من پایبند عبادت خدا شم. آخه از کمانده فلانی را بردم به تو چی نفع، به تو چی فایده؟ چرا فکر فلان کمانده در ذهن تو میگذره و فکر گورت نمیگذره، فکر قیامت نمیگذره؟ چرا نمیگوی دعا که خدای مهربان مرا توفیق ده نماز تهجد بخونم، مرا قوت بده که من از عهده تربیت فرزندا ببرم؟ چرا این دعا را طلب نمیکنی؟ یکی برادرای عزیز اینمی نه امروز را بینیم ما چیزهایی را طلب میکنیم که والله باور کن 5 تینه قدر در خانه گوری ما ندارد. حتی کلانترهای ما در 70-80 رفتیستن یا از او پستر همین توی نبرگ ما ببینم مردم به آرمان، توی فلانی ما ببینم مردم به آرمان. نمیگه که اگر از الله مهربان خواهان همیم که ایمان ببرم مردم به ایمان، مردم مثال به آرمان. یا بچه‌های قرآن خوان در دنیا اگر ترک کرده بتونم مردم یگان آرمان ندارم. بین آن چیزهایی که لازمه تمناش نیست. ما یک چیزهایی را تمنا میکنیم که برای ما یگان نفعی نداره. پیامبر میگه لا سهم فی الاسلام لمن لا صلات له، کسی نماز نداره در دین ما یگان درجه نداره. کسی ما اگر بگیم تو ناآدمی ملال میشه، پیامبر میگه تو ناآدمی وقتی نماز نداری، تو آدم نیستی. میگه لا سهم فی الاسلام لمن لا صلات له، این پیامبر میگه. میگن موضع الصلات فی الدین کم موضع الرأس فی الجسد. نقش نماز میگه در دین نقش سر در جسد است. همین جسدی به کله بگیم چی نفت داره با کی در کاره؟ انا همین نقش همون کله برادر عزیز، همین نمازی در دین ما وقتی اگر ایران نداشته باشیم از پیامبرمون میگه که تو همین ناآدمی که ما میگیم همین ناآدمی در تو. ما یک برادر عزیز یک آدم علبی دسترخوان یک بیاره چوی بخوره، اگر ما بادایی که در حق ما یک گپی ناجا بزنه یا یک خیانت اندکی کنه جان ما میبره میگیم این بدبخت نیم ای دسترخوان ما نان میخور چای میخور، امروز مقصد چی؟ در حق ما این طریق گپا زده است، خیانت کرده است. برادری عزیز این قنوش نعمت خدا را میخری. این سوالای تعجیلی بود از الحال آمدن من جواب میگویم. السلام علیکم محترم حاجی میرزا، ما یک گروه مخلصان شما که در شهر دوشنبه استقامت میکنیم و در بازار کاروان و تجارت مشغولیم. در نزد ما یک جوانی کسیت فروش است و هرگاه که ثبت آواز شما را میگذارد ما خیلی شاد میشویم و در حق شما بهترین خوشی های دنیا و آخرت را آرزو کرده از شما 2 سوال میکنم. التماس با سوال من جواب گویید. گبناز از نظر اسلام، گبناز این سحر است، سحر در اسلام حرام است. گویید که عروس قرآن کدام سوره هست؟ با احترام یک گروه صاحبکاران از بازار کاروان. در همون 4 کتاب به فکرم که عروس قرآن سوره یاسین می گفتند، لیکن برای ما و شما قرآن همش عروس است. برای ما و شما همه سوره های قرآن عروس هستند. این شرط نیست و این واجب هم نیست که ما و شما دانیم که عروسی سوره های قرآن کدام سوره هست. السلام علیکم محترم حاجی میرزا، ما یک گروه مخلصان شما از ناحیه باختر خواهش و التماس داریم که با سوال ما جواب گردانید. در دهه ما 2 ملا وجود دارد.
از بدبینی یکدیگر در مسجد از قفای یکدیگر نماز نمیخوانند. یکی بر وقتتر دیگر دیرتر به مسجد می آیند و یکی در دیگر اتاق مسجد نماز می گذارد که همه این به ضرر عامه خلق می باشد. ما فکر شما را در این باره خیلی و خیلی انتظار هستیم. من به این برادرها مراجعت میکنم که از پس حرد این نماز نخوانید. وقتی در یک مسجد باور کنین دو تا نماینده دین، دو تا شخصی که اینها باید در تمام مردم یک مثال باشند، تمام مردم باید که اینها را دیده عبرت گیرند. وقتی اینها در داخلشان از کینه و از حسد خالی نیست، رسول اکرم میگوید من کان له کین فلیس له دین. کسی اگر یک ذره کینه در دلش داشته باشد وای دین ندارد. وقتی این کینه و حسد از طرف این عالم ها وقتی پیدا می شود، پس این عامه مردم ما چی گوییم دیگر؟ بی نهایت مصیبت کلان است. این یک ناآرام کننده باور کنید چی در مسجد چی در جامعه هستند اینها. از روی اسلام رسول اکرم گفتند انزلوا الناس منازلهم، هر کس را در منزل خودش نشانید. نگاه کنید کدام همون بهتر است، کدام همون علم خوب دارد، کدام همون با آداب است. بازم علم داشتن آداب با ضرور است. کبر در عالم نمیزیبد. عالم باید خاکسار باشد، باید با بای و با فقیر برابر باشد. نگاه کنید که اگر این خصلت‌های خوبی نیکی پیغمبر خدا اگر در کدام او اگر یافت شود، از پس وی نماز خوانید. و الا اگر هر دوش این گونه حسد و کینه و بدبینی و بدخلقی و غیبت داشته باشند، اونها را ترک کنین، از پس یک آدم دیگر نماز خوانید. این بهتر است. بسیار مصیبت کلان است باور کنید. ولی در اینجا یک سوال دیگر باز در همین بابم آمده است. در یک مسجد دو قوم، این جایز نیست، درست نیست. از این دیگر فتنه بزرگ هست. به نهایت خوب می شود که از پس هیچ کدام اونها نماز نخوانید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بابای حاجی در حق مادر ما که در بیمارخانه خواب است یک دعا کنید که خدا شفای کامل عطا کند. خدای مهربان این مادری که در شفاخانه خواب هستند خدای شفای کامل و شفای عاجل نصیب شان بگردانی. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم داملای شیرین سخن. من یک چیز را پرسیدنیم. یکم فکر شما نسبت کرخت و کرختگران چیست؟ التماس جوابش را همین روز گردان. با احترام یکی از مخلصان دائمی شما. من در باب همین کرخت باره به شما گفته بودم که راستی بار خود همین نام پسند نیست. کرخت چی معنی دارد خودش؟ از این خاطر هر یک چیزی که شما گم میکنید به همون ذاتی که خودش یابنده است به همون ذات مراجعت کنید. بهترین صورت همین می شود که پروردگارا آن مالی که من از دست دادم تو میدانی در کجاست، در دست کیست. خدای مهربان همون مالی مرا پس بگردان. این بهترین صورتش انا همین است. من از حساب این مسئله هایی که برای شما گپ میزنم باور کنید در چندین جاها ما را سرزنش میکنند که شما آن عرف و آن عادت هایی که پیشینیان داشتن همه او را انکار میکنید، بیکار میکنید. السلام علیکم داملای محترم. از شما خواهش دارم که همین سوالی مرا جوابش را گردانید که در ماه شریف رمضان خوردن تخم درست است یا نه؟ این را دائم سوال میکنند. البته درست است. در ماه رمضان خوردن تخم یگان ضرر زیانی ندارد، مگر عزیزان ما و شما را همین دلیل نادرست گفتنش هم همین بود است که
این که از بس که خیلی قوتناکی تخم که بلند است و آدم را روزی دراز گرسنه نمیماند و انسان مشقت روزه را که کشیده نمیتواند، از این خاطر گفتن خوردن تخم نادرست است. یعنی رمضان باید که مشقت داشته باشد، رمضان باید گرسنگی داشته باشد، انسان نفسش باید به سوی طعام و به سوی آب چکار کند؟ میل داشته باشد و از ترس خدا به سوی طعام و شراب که نزدیک نمی شود. این بهترین روزه هست. لیکن وقتی انسان تخم میخورد از قسم سحر، دیگر تا بیگاه وی گرسنه نمیماند، وی حس هم نمیکند که روزدار هست یا نه. اگر شما تقوا کنین، گویین که ما بلکه مثال دیگر طعام میخوریم تا که گرسنگی را حس کنیم، این کار شما هست. لیکن خوردن تخم در رمضان هیچ زلل زیانی ندارد. چند دانه ای که میخورین خوردن گیرین. فقط من در اول رمضان برای شما گفته بودم در خوردن و در افطار کردن بسیار احتیاط داشته باشین. هر گونه طعامهای سخت و خنک در این شکمهای خالی استفاده نکنید تا که با سبب بیماری شما نشود، با سبب یگان فلاکت در وجود شما نشود. در کشادن روزه هم بسیار سراسیمه باشین. رسول اکرم گفت از احب العباد الی اعجلهم فطرا، محبوب ترین بنده به سوی من آن کسی است که روزه را تیز می شکاید، معطل نمی کند که کی ستاره ها می براید، که اینها هیچ معنی ندارند. امروز 10 تا کم 6 کشانیدن روزه است. شما میتونین در 10 تا کم 6 اول روزتون را شکایین، بعد نمازتون خوانین. حتی شما اگر در خانه ها باشین، شرایط مسجد رفتن نداشته باشین، میتونین که یگان طعام سبک خورین که تا که شما دیگر در داخل نماز هم که باشین، یعنی به سوی طعام رغبت نداشته باشین. نمازتان با چین دل، با حضور دل خوانین. در کلاب ما و شما عادت نشده است، لیکن بیرون از این در دیگر جاها همون یک چینی در یک سیوقش میگوین، در همون طرف ها بگین مثل همین آشی بریده ما و شما واری، همون را یک تشا میخورن، میشکاین روزه ها شما، بعد خیسته نماز میخوانند. انا بهترین صورت شمین است که در حاضر ما و شما نماز میخوانیم، باور کنیم فقط و خیال ما به سوی کشادن روزه است. دیگر رغبتی در نماز نداریم، حضور دل در نماز نداریم، فقط همه حرکت همین است که تیزتر رفته روزه ما بشکاییم. برای بهترین صورت شمین است اول روزتان شکاییم، بعد نمازتان خوانیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اکای حاجی میرزا، من از شما یک خواهش دارم که با این سوال من جواب گردانید. آیا موی تنه را بغیر از موی سر دیگر همه موی بدن را تراشیدن کاری بد است یا اینکه نیک؟ موی دست و پا بالای شکم. حاجی محترم، از شما خواهش دارم که با سوال من حتما جواب بگردانید که ضرور است، چون که مرا موی تنه بدن نمیخوارد. من موی تنه را بد میبینم. در مسئله ها از آن جمله فتوای محمودی هست، حضرت ها اجازت دادن که حتی اگر همین ابرو میبینید که دراز میشود و بالای چشم شما را فرا میگیرد، در چشم شما خلل میدهد، حتی همون مویهایی که به چشم شما ضرر میرساند همونها را به قیچی گرفتن جایز گفتند. همون مویهایی که ضرر میرسانند. اگر مویی که در بدن، یعنی این برادر را آزار دهد و این برادر از این موی نافار باشد، یعنی وضعیتش خوب نباشد، تراشیدنش باکی ندارد. این مسئله را من در دوشنبه هم از یک عالم خیلی کلان هم صحبت شدم. این سوال را از او پرسان کردم و هم گفت که هیچ باکی ندارد. گفتند اگر مبادای همین پشم دست باشد، پشم شکم باشد، پشم پای باشد، اگر یگان ضرری برای همو انسان پیدا کند یا یک طبیعت ناخوب برای همو انسان پیدا کند، حق دارد که باید تراشد. السلام علیکم داملای عزیز.
آیا جوابنامه در قبر لازم است یا نه؟ انا اینم از همان سوالهای کرخت و دیگر مسئله های هستند که امروز الحمدلله که امروز فکر میکنم جوابنامه از بین نابود شده است. شما یک تصور کنید پدرای عزیز، به هیچ کدام شما سخت نرسد. همین مسئله که من به شما میرسانم حقیقت برده گویین، در هر جا گویین قبول می شود، لیکن افسوس که شما دیگر زیر ایره برده میرسانید. امروز باور کنین ما بدنام شدیم، لیکن الحمدلله بدنامی ما برای ما خوب است. در شهر آوازه است که گویا که ما زیارت مزار من کرده باشیم، حالا که من زیارت مزار من نکردم. من فقط شما را توصیه دادم که شما درست زیارت کنید، از روی دستورات اسلامی زیارت کنید. ما در شأن حضرت امیرجان سخنی نگفتیم، ما خاکی پای حضرت امیرجان نمیشیم. حضرت امیرجان نفری بودند که خدمت‌های شایسته در اسلام کردگی هستند. اینقدر کتاب وی تصنیف کرد، اینقدر اشعاری بسیار دارد، چگونه ما زبان ما کشاده می شود در حق ایشان یگان سخنی بدی میگوییم. این زبان می سوزد. با دوستان خدا ما هیچ وقت جنگ نداریم، جنجال نداریم، مقابلیت نشان نمیدهیم. شاعر میگوید دوستان خدا خدا نباشند، لکن زی خدا جدا نباشند. اونا از خدا جدا نیستند. ما قدرت پیدا نکردیم که امروز عزیزای خدا را سنگ زنیم، بلکه من بر شما گفتم که آن سنگهایی که در اطراف مزار است شما بوسه نکنید، این عمل حرام است. اگر از حساب این فتوام در روی دنیا که سیاه شوم، من در همین فتوای خودم ایستادگی هستم. من از این فتوا نمیگردم که بوسه کردن سنگ مزار، بوسه کردن قبر حرام است. آدم مشرک میشد، شرکی به خداست. حتی همون حضرت امیرجان هم از شما راضی نمی شود اگر شما سنگهای او را بوسه کنید، اگر آن غیشتهایی که اونها را بوسه کنید. شما روید آیت خوانید، در حقش دعا کنید و این منتظر احتیاج به دعای ما و شما دارد. لیکن از او درخواست نکنید که ای حضرت امیرجان به من فرزند نصیب کن، ای حضرت امیرجان برای من کشایش کار نصیب کن. اینها حرام هستند در اسلام، اینها را جایز نیست. ما و شما سوره فاتحه میخونیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، میگیم الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. ای پروردگارا به جز تو من در هیچ کس بنده نیستم. ایاک نعبد، فقط در تو را تعظیم میکنم. و ایاک نستعین، فقط از تو مدد طلب میکنم، از کسی دیگر مدد طلب نمیکنم. حتی از حبیب خدا فرزند طلب نمیکنم، فقط از تو طلب میکنم. این است دستورات اسلامی. شما فتوا را خوب گوش اندازین، کجای این غلط است. من گفتم آن سنگی که در پهلوی حضرت امیرجان است که بعضی از برادران ما دعوا دارند که وای گهواره او باشد، وای از آسمان آمده است. این من افسانه میگم، این دروغ است. وای گهواره ندارد. اگر گهواره می آمد برای محمد صلی الله علیه و سلم می آمد که وای بهترین موجودات و بهترین مخلوقات است. اینا اساس ندارند. دادرای عزیز، در این شما فریفته نشید. من در بین شما هستم نیستم، این عقیده اسلام است. با خدا قسم من در نزد خدا به این سخنهای گفتگیم جواب میگم. من برای شما گفتم مزار آب و آذوقه نبرین. برای چی خاطر گفتم؟ به خاطری که همسایه های شما گرسنه هستند، به خاطری که برادرهای شما گرسنه هستند. اونها را دیهن و اونها را وظیفه‌دار کنین که در حق حضرت امیرجان دعا کنند. حضرت امیرجان اگر قلمه میخورد، حضرت امیرجان اگر گوسفند میخورد، امروز نامی او به نیکی نمیماند. وای دنیا دوستدار نبود، وای دنیا را ترک کردگی بود. آیا کجای همین نادرست است؟ مرحمت خیز است بین قوم. همون انسان هایی که سخن نادرست میبرند، خیز گفت سخن تو نادرست است، تو خودت نادرست هستی. جوابنامه در قبر در این بابت در صلات مسعودی
میارد که در قبرها شما جوابنامه نویسین. لیکن برادرای عزیز، هر یک مسئله باید اساس دلیل داشته باشد. امروز زمانی نیست که به ضرب کلتک و به ضرب سیاست سخن تا گذرانی، بلکه امروز زمانی آمده است که دلیل در کار است، حجت در کار است. از این خاطر ما و شما در همون کاغذک می نویسیم هنگام شب قبر چو هنگام بهار، دلتنگ مباشه در این کلبه تار. ما مهمان صاحب خانه کریم، هرگز نبود کریم مهمان آزار. در همون جوابنامه همین را می نویسید. این چی فایده می بخشد بر همون میت شما؟ چی فایده می بخشد؟ یک انسان جنایت میکنه در همین جمهوری ما و شما، در همین شهری ما و شما جنایت کرد. آیا همون جنایتکار را عذاب میدهند یا که آدم بیگناه را؟ جنایتکار را عذاب میدهند. اگر این انسانی که در دنیا جنایت کرده است، در دنیا حقوق انسانها را پایمال کرده است، بد اخلاقی کرده است، بی خدایی کرده است، حکم خدا را پایمال کرده است، اگر من 100 جوابنامه در بالای سرش کشال کنم، خداوند وی عذاب میدهد، خداوند وی جزا میدهد. زیرا در سوره زلزله ما و شما میخوانیم و ما یعمل مثقال ذره خیرا یره و ما یعمل مثقال ذره شرا یره. خدا وعده داده است، خداوند به ما و شما گفته ایستاده است کسی که در دنیا به منزله یک دانه، چی دانه گندم گویم، به منزله اگر یک دانه گندم در دنیا نیکی کرده باشد، خدا وی پاداش نیکی میدهد. اگر در دنیا یک ذره بدی کرده باشد، وی منتظر بدی باشد که او را خداوند پاداش بدی میدهد. این را خداوند گفته ایستاده است. السلام علیکم دامنای محترم. یک سوالی تعجیلی دارم. سوال چنین است: دیهه ما کلان است، مسجد در یک طرف دیهه هست، در مسجد یک عوام امام هست. عوام گفته یک آدم بی سواد امام است، با کدام سببه؟ و در طرف دیگر یک عالم امام است. آیا ما در مسجد از قفای عوام خوانیم یا در قفای عالم؟ التماس جواب مکمل دهید. بر همون دیهه‌ای که این برادر نویسانده است، نخواد که آنقدر فراست و عقل نداشته باشند که عالم افضل از عوام است. خداوند در قرآن میگوید الذین اوتوا العلم درجات. ما عالم ها را درجه خاصه دادگی هستیم. ما عالم ها را درجه خاصه دادگی هستیم. یکی از دوستان خدا میگوید بین عالم و بین جاهل فرق 60 ساله اسب دوان شب روز دوان چند کیلومتر طی میکند. بین عوام و بین عالم انا همین قدر فرق است. وقتی عالم در همون مسجد باشد، چی جای دیگر از پس عوام شما نیت میکنید؟ عالم البته ارزنده است، باید که شما از پس عالم اقتدا کنید. حتی همون امام عوامی که هست وی هم شما باید که همه کسا گویین که ای برادر عزیز، اقتدای ما از پس تو جایز نمی شود در حالتی که در بین قوم ما عالم باشد و وی خار باشد و کسی به وی اهمیت ندهد. از پس بودن او ناجایزی نماز شما را نشان میدهد. السلام علیکم محترم حاجی میرزا. بعد از سلام از درگاه خداوند کریم تنی صحت و سلامتی، آرامی و جمعیت و اهل و بیت شما را طلبگارم. من از شهر دوشنبه یک برادر اسلامی و مخلص امر معروف شما ذاکر افغان هستم. لیکن برادر، سوال از فعل خودم. در بازار گنجینه سودا میکنم.
کدام دختری گذرد آنها را، یعنی دخترها را، شوخی‌های بی جای و بجا میکنند. این از نگاه اسلام عزیز ما چگونه است فهمانید. با جمله دوستداران شما از بازار گنجینه، شهر دوشنبه، سکتور 10. ما به تمام مخلصان خود، با تمام آن کسانی که ما را احترام میکنند، ما را دوست میدارند، ما هم اونها را دوست میداریم، ما هم اونها را احترام میکنیم و فقط خواست من، مقصد منم برای بهبودی، برای جمعیت و برای خوب کردن اخلاق جوانها من مبارزه میبرم. فقط مقصد ما همین است. این برادر ما وقتی از ما سوال کردند که آدمی نمازخوان بازم این یک فعل ناخوبی داشته است که با دخترهایی که از پیش دکان اونها میگذشته است شوخی‌های بیجا و بجا میکرده است. خواست است که اسلام در حق این گونه جوانها چی میگوید. این فقط در حق این ذاکر اوغان نیست، بلکه امروز اکثر جوانها دخترهای راهگذر را گپ میپرتایند، با اونها شوخی‌ها میکنند. خدا در قرآن سوره نور نظر میکنیم: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذلك اذکى لهم ان الله خبیر بما یصنعون. و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن. صدق الله العظیم. خداوند مهربان، خداوند قادر و به همتا چی به زنها چی به مردها خطاب کرد، سفارش روان کرد: ای محمد صلی الله علیه و سلم، با تمام جوانها، با تمام مردان امت خود بگو که وقتی یک زنی را که وی زنی بیگانه است، وی زن نه خواهر تو است، نه ینگه تو هست، نه خارزای تو هست، بلکه یک زن همسایه است، یک زن نیکارس است. وقتی آنها را که دیدن باید که چشمهای خود پیشی برگیرند، با آنها نظر نکنند. خدا این سپارش داده ایستاده است و به تمام مردهای امتت ای محمد صلی الله علیه و سلم خبر بده که خودشان را از زنا نگه بدارند، زیرا پروردگار اونها از تمام افعال و کردار اونها درکدار است. در دوام آیت خدا چی میگوید؟ و بگو ای محمد صلی الله علیه و سلم با تمام زنهای امت خبر بده وقتی مردهای بیگانه را که دیدن باید که به سوی اونها چشمی با شهوت نکشاید، باید به سوی مردها نظری با شهوت نکنند و خودشان را از زنا، از حرام نگه بدارند. این سفارش پروردگار برای تمام مردها و زنهاست. شاعر عرب میگوید: کل الحوادث مبدأها النظر و معظم النار من مستغرر الشرر. این شاعر عرب گفته است همه حادثه های روی دنیا را سرشویش مبدأش گفته همون چشمش از نظر کردن سر می شود. و حضرت تشبیه آوردند: و معظم النار من مستغرر الشرر. گفتند چگونه که یک آتشی که چند قدر علنگه دارد اولی او را نظر کنید چند قدر خورد است، یک آتشی خورد که هست، وقتی وی بالای او که گذاشته می شود وی به علاوه خیلی کلان مبدل می شود. یعنی این نظر اول یک چیز خیلی خورده هست که باز شاعر عرب چی میگوید؟ در اساس همین میگوید: نظرتون فابتسامتون فسلام و کلام و موعد فلقا.
حضرت گفتن سرشوی زنا گفتن اول از نظر سر میشود، یکم نظر میکنی، دوم فابتسامتون، دوم نظر کردن، وقتی نظر کردی به سوی تبسم میکنی، سوم فسلامون، بعد تبسم کردن با او باز سلام میکنی، فکلامون، چهارمش چی است؟ بعد سخنرانی تان سر میشود، فموعیدون، پنجمش گفت بعد جای موعید اعلان میشود به فلان جا را بیا، ششم فلقاء، بعد شما با یکدیگر میرسید. اولی سرچشمش چی بود؟ نظرتون، نظر کردن، از نظر کردن سر شد. رسول اکرم حضرت علی را چی گفتند؟ لا تتبع النظرة النظر فإن لك الأولى وليس لك الآخر. علی گفتند یک بار که چشم تو با این زنها میگذرد، در یک بار خدا تو را محاسبه نمی کند، خدا تو را عقاب نمی کند، خدا تو را عذاب نمی دهد. وقتی یکم بار یک بار نگاه میکنی، ولیس لک الاخر، لیکن علی بدان که دویم بار وقتی نگاه کردی این دومش به ضرر توست. یک بار نگاه کردی ضرری ندارد، زیرا وای فوق‌العاده شد، نافهمیده شد، لیکن دویم بار از روی شهوت وقتی نظر کردی الله که اینش به ضرر تو حل می شود. جوان عزیز، از این شوخی های بیجا دور باش. یک قصه به یادم آمد، میگوید یک جوان نزد رسول اکرم آمدند و گفتند ای حبیب خدا، همینجا یک تکلیف شده است، باور کن خودمونم دلاورم نمیشیم، بلکه میگن همینجا یک برای بعضی باز کمبودی هایی که پیدا شده است، میگن یک صندوق گردانیم که همون کارگرها تامین شوند. گفته خیلی سخنشون قبول کردیم. یک جوان نزد حبیب خدا آمدند و گفتند ای پیغمبر خدا، من میخواهم که زنا کنم، آیا بر من رخصت نمیدهی؟ یاران پیغمبر که در اطراف پیغمبر نشسته بودند میگوید بی نهایت غضبناک شدند، گفتند این پیغمبر خدا را مسخره میکند، وای نمیداند که پیغمبر خدا دائما به ضد زنا از آیه های کریمه صحبت میکند. میگه رسول اکرم که بسیار آدمی با صبر و مهربان بودند، چیکار کردند؟ در حال جوان را گفتند نزد من نشین، گفتند نشست. گفت ای جوان، گفتند زنا میخواهی؟ گفت بله زنا میخواهم. گفت آیا میخواهی که با مادر تو کسی زنا کند؟ گفت نه ای پیغمبری خدا نمیخواهم. گفت میخواهی که با زن تو کسی زنا کند؟ گفت نمیخواهم. گفت میخواهی که با اپی تو کسی زنا کند؟ گفت نه نمیخواهم. میخواهی با خواهر تو کسی استراحت کند؟ گفت نه نمیخواهم. با خاله و با عمت میخواهی کسی استراحت کند؟ گفت نه نمیخواهم. گفت پس ای دادر عزیز، ای جوان عزیز، یقین دان که آن زنی که با تو استراحت میکند وی هم یا زن یا مادر یا دختر کدام برادری تو هست. این جوان میگرد از جای خود خیست، گفت پیغمبری خدا در حق من دعا کن. رسول اکرم 3 دعا کردند. پروردگارا فرج این جوان را از زنا نگه بدار. پروردگارا دل این جوان را صاف و مجلا بگردان. پروردگارا گناهان این جوان مغفرت بگردان. آمین یا رب العالمین کردند. جوان از جای خود خیز گفت به خدا قسم در روی زمین از محمد دیده دیگر رفیقی ندارم، از محمد دیده دیگر محبوب ندارم، بجز دوست من فقط و فقط محمد است، من وی را دوست می‌دارم. این جوان از پیش رسول اکرم فارغ شده. بسیار خوب می شود جوانای عزیز، امروز از نظر کردن، امروز با این زنها یک جایه شدن، استراحت کردن، فقط خواهر و اپای ختان پیش نظر بیارید.
از این عمل دور باشین، زیرا خداوندم در قرآن برای شما تذکر میدهد، یادآوری میکند ولا تقربوا الزنا انه کان فاحشه و ساء سبیلا. خدا در قرآن میگوید ای بندگان من، کسی دعوا میکند که بنده خدا هستم، به زنا نزدیک نشو، زیرا زنا چی یک بدفعل و چی یک بدراهی هست. شما وقتی اگر زناکار شوین جوانای عزیز، دیگر شما حیات شیرین نمیبینید، شما دیگر با زنتان معامله خوب کرده نمیتونید، دیگر زنتان دوست نمیدارید، برای شما ان دخترهای کوچه محبوبتر میشوند، شما دیگر با یک زن زندگی کرده نمیتونید، بلکه در حال روز به روز طلاقی تو زیاد شدن میگیرد. این بسیار اثرهای ناخوب دارد. بین امروز خداوند 1450 سال پیش قریب ما و شما را گفت به زنا نزدیک نشوین. حکمتش امروز برآمد. سپید کی درک داشت؟ از کسل سپید کی درکدار بود؟ امروز دنیا را سپید اشغال کردگی هست، هیچ تبابت ندارد. سرچشمش از چی است؟ از زنا کردن است. همین کمانده فلانی قطعی کمانده فلانی انا چی دارد؟ بازی دارد. همین یک دابطه که همین کماندمون مقصد غالب بیا. من اون دادری جان، من البته فکر کردم که میگوی دعا که ایمانم کامل شد، دعا که مثلا من پایبند عبادت خدا شد. آخه از کمانده فلانی را بردم به تو چی نه؟ به تو چی فایده؟